به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، زبان آموزان ارجمند. درس 15 است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف صاد. سین کمی باریک تلفظ کرده می شود، اما صاد غفظ تلفظ کرده می شود. صاد. سقرون باز، شاهین یا لاچین، یک نوع پرنده. سینیتون لعلی یا لگن. صقورون جمع کلمه سقرون است، یعنی جمع کلمه شاهین. سقرون شکل تنها، جمع سقورون و اسقرون. صینیتون جمع صوانیون یا صوانی. این بود درس 15. تا درس نوبتی، خدا نگهدار.